همیشهمون اول برای ماینکرافت چجوری بدون اینترنت با همدیگه 2 نفره ماینکرافت بازی کنیم. اینجا رو می‌بینید من الان بدون استفاده از حتی 1 مگابایت اینترنت میخوام این کارو هم برای ماینکرافت موبایل بهتون یاد بدم و هم برای ماینکرافت کامپیوتر بدون استفاده از حتی 1 مگابایت اینترنت، فقط با 2 تا گوشی ساده یا 2 تا دونه کامپیوتر ساده. سلام به همه جیگران، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همونطور که توی اینترو بهتون گفتم قراره بهتون این روش رو یاد بدم که چجوری با دوستمون یا با یه گوشی دیگه یا با یه کامپیوتر دیگه ماینکرافت بازی کنیم، اما به صورت آفلاین. قبلا یه روش بهتون یاد داده بودم که به صورت آنلاین از فاصله‌های دور، مثلا شما اینجا رفیقت 700 کیلومتر اونورتر، میتونستی ماینکرافت بازی کنید. اگه اون روش رو میخواین میتونید اینجا کلیک کنید، یه ویدیو براتون پیشنهاد میشه، میتونید اینجا کلیک کنید و برید اون ویدیو رو ببینید. این روش آفلاینشه، باید نزدیک به هم باشید، نهایتا دیگه 20 متر با هم فاصله داشته باشید. اوکی، بریم سراغ شروع. مثل رسم همیشهمون اول برای ماینکرافت کامپیوتر اینو یاد میدم و بعدش میریم سراغ ماینکرافت موبایل. خیلی خب، برای اینکه توی ماینکرافت کامپیوتر این کارو انجام بدید نیازه که جفت کامپیوتراتون به یه وای فای وصل باشن. همین، یعنی جفت کامپیوتراتون آقا به یه آی پی متصل باشن، به یک دونه وای فای. فرقی نداره اینترنتش میخواد ADSL باشه، وای فای باشه، نمیدونم موبایل باشه، هر چی، ولی هر دو تا کامپیوترتون باید به یه دونه وای فای وصل باشن و یعنی غیر از این نمیشه. جفت کامپیوترها رو که به یه دونه وای فای وصل کردی، میرید توی اون کامپیوتری که میخواین دنیاش رو رفیقتون بازی کنید. مثلا من الان توی این کامپیوتر یه دنیا دارم که میخوام اون رفیقم هم بیاد توش. اگه مثلا تو اون کامپیوتر دنیا داشتم و میخواستم این رفیقم بیاد توش، این کاری که اینجا انجام میدادم و اونجا انجام میدادم. حالا هر دنیایی که میخواستید بازی کنید و با رفیقاتون این کاری که میگم انجام بدید. برید توی دنیاتون، بعد خیلی ساده این دکمه ایز روی کیبورد رو بزنید، همین دکمه پاز، همون پاز خودمون، این دکمه. بعد حالا براتون منوی پاز گیم رو میاره دیگه، این گزینه اوپن تو لن رو بزنید. بعد حالا اینجا حالا گیمادتون هر چی بود اینجا میتونید حالا گیمادتون هم تغییر بدید. حالا اینا زیاد مهم نیست، با گیماد کاری نداریم. ما این بخش کار داریم. پورت نامبر، یه عدد تصادفی برای خودتون انتخاب میکنید، حالا هر چی. مثلا من میذارم 69 85، یه عدد 4 رقمی کاملا تصادفی. حالا شما هر عددی که دلتون خواست میتونید اینجا بذارید دیگه. من مثلا این 4 تا عدد رو میذارم، یه عدد میذارم برای این پورت نامبرم. بعد این دکمه استال لنبورد رو میزنم. ببینید الان لوکال گیم هاستد آن پورت نمنه. الان دنیای من لن شد. تنظیم بعدی که قراره انجام بدم قبل از اینکه برم رو اون یکی کامپیوتر، یه تنظیم ساده است. چیه؟ از ماینکرافتتون میاین بیرون، البته توی دنیاتون باشید، کامل نبندید. بعد اینجا توی این تپیر تو سرچ، توی تسکار ویندوز میزنید روش و اینجا سرچ میکنید CMD یا همون کامند پرامپت خودمون. یه برنامه اضافه نیست، روی همه ویندوزا نصب این کامند پرامپت. اینو سرچ میکنید، کامند پرامپت که براتون بالا اومد میزنید روش، باز میشه و حالا اینجا این چیزی که میگم رو تایپ میکنید. ببینید بنویسید IP config. اینو که نوشتید دکمه اینترنتتون رو بزنید، نیازی نیست اسپیس یا چیزی بذارید، فقط اینو بنویسید بعد دکمه اینترنتتون رو بزنید. حالا اینجا بهتون یه سری اعداد و ارقام میده که زیاد مهم نیستن، ما با یه عدد کار داریم و اونم IPv4 آدرسه. اگه دقت کرده باشید یه نوشته ما اینجا داریم به اسم IPv4 آدرس، جلوش یه سری اعداد نوشته. اون اعداد رو بردارید، حالا براتون هر چی هست، برای من 168.168.1.168. حالا برای شما هر چی بود همون رو بردارید. بعد بیاین روی این یکی کامپیوتر، همون کامپیوتر رفیقتون. اینجا بیاین توی این بخش مولتی پلیئر، حتما دقت کنید این کامپیوتر هم باید به همون وای فای وصل باشه که این وای فای وصله، یعنی این کامپیوتر وصله. به هر حال میاین توی این بخش مولتی پلیئر، بعد اینجا گزینه دایرکت کانکشن رو میزنید و حالا اینجا اون IPv4 آدرسی که بهتون داده بود و اینجا تایپش میکنید. برای ما چی بود؟ 168.1.1.168. حالا که این IPv4 آدرس خودتون رو تایپ کردید اینجا، یه دونه 2 نقطه میذارید، خیلی ساده. حالا اینجا پورتی که براتون اونجا نوشته بود و مینویسید. من چی نوشته بودم؟ پورت خودمو نوشته بودم 69.85. شما هر پورتی که نوشته بودید و بعد این 2 نقطه اینجا بنویسید و در آخر گزینه جوین سرور رو بزنید. البته حواستون باشه توی اون یکی کامپیوترتون، یعنی کامپیوتر خودتون، توی دنیاتون باشید و دنیاتون رو از پاز در بیارید. یعنی این شکلی توی دنیاتون باشید، تو پاز نباشید. آره، این کاری که کردید، حالا توی این یکی کامپیوتر جوین سرور رو بزنید. حالا اینجا رو نها کنید، کانکتینگ سرور لوکیتینگ جوین ایونت، اون یکی کامپیوتر رو نها کنید، رسول امزه جوین دیگه. حالا من خودم راحت میتونم خودم رو اینور ببینم. ببینید توی یکی کامپیوترم من اینور هستم، نگاه نکنید
ولی خب هستم، این مهمه. به همین سادگی به هم دیگه متصل بشید، بازی کنید. کار من با جاوا پلیرها اینجا تمامه. ازتون خواهش میکنم سابسکرایب کنید، لایک ویدیو هم یادتون نره. اگرم دوست داشتید یه کامنت قلبی چیزی بذارید، ممنون. اوکی، حالا که بهتون یاد دادم چه شکلی تو ماینکرافت کامپیوتر به هم دیگه آفلاین متصل بشید، وقت چیه؟ وقت اینه که تو موبایل این کارو بهتون یاد بدم. خیلی ساده. یه پیش نیاز ساده داره، اونم اینه که جفت موبایلاتون به یه وای فای وصل باشن. یعنی چی؟ یعنی به یه وای فای وصل باشن دیگه. وای فای موبایلتون رو وای فای نه ها، یعنی آقا نمیدونم وای فای تو ADSL، نمیدونم ایراسل، سیم کارت خوره، هر چی که هست روشنش کنید و جفت موبایل‌ها رو به اون وای فای متصلش کنید. جفت موبایل‌ها باید روی یه شبکه باشه، نه مثلا یکیش اینترنت خودش، یکی وای فای، یکی وای فای پسرخاله عمه، هر چی. جفتتون باید روی یه وای فای باشید. مهم نیست وای فای موبایل، وای فای ADSL، نمیدونم موبیل نت، ماهان نت، نمیدونم شاتل، هر چی که هست جفتتون باید به یه وای فای متصل بشید. بعد از اینکه متصل شدید بیاین این کارهایی که میگم انجام بدید. اوکی، بعد از اینکه گوشی‌ها رو به یه وای فای متصل کردی، این کاریه که باید انجام بدید. توی هر کدوم از گوشی‌ها که می‌خواستید دنیاشو با رفیقتون به اشتراک بذارید و با هم دیگه بازی کنید، حالا مثلا برای من اون گوشی که می‌خوام دنیاشو به اشتراک بذارم این گوشیه. توی هر کدوم که می‌خواستید این کارو انجام بدید و رفیقتون به دنیای شما ملحق بشه، بیاین این گزینه پلیشو بزنید. خب من الان می‌خوام این دنیا رو شیر بدم دیگه. بیاین این گزینه پلیشو بزنید، بعد وارد دنیاتون بشید همزمان که به یه وای فای متصلی. بعد صبر کنید اینجا کامل وارد دنیا بشه. حالا که این گوشیتون کامل وارد دنیاتون شد، میاین توی این یک گوشی گزینه پلی رو میزنید، بعد میاین توی این بخش فرنز، این بخش دوم. بعد اینجا یه چیز جالب میبینید، بخش لنگیم. میگه آقای استیو همین گوشی توی دنیاشه، میتونی بری باهاش بازی کنی. بچه اینو بگم قبل از اینکه وارد دنیا بشین، شما میتونید با این روش تا 5 نفر همزمان با هم دیگه بازی کنید به صورت آفلاین. یعنی 5 تا گوشی، خانوادگی، رفاقتی، دوستی، برید تو کوچه‌هاتون با رفیقاتون بشینید بازی کنید. فقط مواظب باشید گوشیاتون رو نزنید. من یه خروسی خوشتی دنبالی مرغم. حالا اینو که وارد شدی اینجا، این یکی گوشی اومدی تو بخش فرنز، اینجا میزنید روی این استیوه. حالا اسم برای شما هر چی بود میزنید روی همون دیگه، اون اسمی که توی بخش فرنز براتون اومده بود میزنید روش. و حالا اینجا خیلی راحت به همین آسانی که اینجا میبینید، ببینید الکی نیست، کاملا واقعیه. میبینید من اینجا تکون میخورم، اونجا تکون میخوره. به همین آسانی به رفیقتون وصل میشید و میتونید باهاش بازی کنید. فقط حواستون باشه جفتتون باید از یه ورژن استفاده کنید و بعدا نیاین بگید رفتون نشد و فلان بیسا. بوس. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. من این همه زحمت کشیدم، آموزش به این خفنی رو دادم، پس شما هم در ازاش منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم یه لایک بزنید. کاش 2 تا کامنت هم اگه دلتون خواست بذارید. بوس به همتون. اگر سوالی بود تو کامنت ها بپرسید، اگرم نبود برید این ویدیویی که اینجا میاد ببینید. خیلی ویدیو جالبیه، روش زحمت کشیدم. فعلا خدا نگهدار.